فیلم‌های تخیلی هرگاه می‌خواهند موبایل عجیب از آینده را نمایش دهند، دستگاهی را به تصویر می‌کشند که شیشه‌ای منعطف دارد و به راحتی تا شده و در جیب جای می‌گیرد. شاید تکنولوژی در مقطع کنونی با رویای کارگردانان هالیوودی فاصله بسیاری داشته باشد، اما بیشک گلکسی نوت اج یک گام موثر در همین مسیر است. سامسونگ که اغلب از سمت رقبایش به کپیکاری و عدم خلاقیت متهم می شود، این بار موبایلی را ساخته که طراحی متفاوتش گوشه‌ای از آینده موبایل ها را به نمایش می گذارد. گلکسی نوت اج با شیشه خمیده‌ای که در لبه سمت راست خود دارد، یکی از جذاب‌ترین محصولاتی است که سامسونگ تا به حال تولید کرده. نمایشگر متفاوت نوت اج فضای بیشتری را در مقایسه با موبایل‌های دیگر در اختیار کاربر می‌گذارد و ظاهری هیجان انگیز را به دستگاه می‌بخشد. البته سامسونگ این قسمت را صرفاً برای دلربایی طراحی نکرده و قابلیت‌های جالبی را نیز برای آن پیش بینی کرده است. امکان جابجایی سریع میان اپلیکیشن‌ها یکی از همین قابلیت‌ها است. در نوت اج شما می‌توانید در حین کار با دستگاه لبه کناری را لمس کنید و لیستی از برنامه‌های محبوب خود را مشاهده نمایید. بخش خمیده نمایشگر نوت اج البته کاربردهای دیگری هم دارد. برای مثال وقتی که آهنگی را با این دستگاه پخش کنید، می‌توانید نوار کنترل موسیقی را در این قسمت مشاهده نمایید. و یا اگر در موقعیتی قرار گرفتید که نیاز داشتید ابعاد جسمی را اندازه‌گیری کنید، می‌توانید نوت اج را به یک خطکش تبدیل نموده و از آن برای ساند کردن استفاده کنید. داشتن این فضای اضافه در نمایشگر باعث می‌شود تا نوتیفیکیشن ها نیز کمتر حواس شما را پرت کنند. هنگامی که در حال کار با موبایل باشید، کلیه نوتیفیکیشن ها بدون اینکه اختلالی ایجاد نمایند بر روی لبه خمیده دستگاه به تصویر کشیده می‌شوند. نوت اج از حالتی با نام نایت کلاک بهره می‌برد که با فعال کردن آن لبه کناری دستگاه در ساعات خاصی از شبانه روز زمان را به نمایش در می‌آورد. این حالت حتی در شرایطی که نمایشگر دستگاه خاموش باشد هم می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. اما جدا از تمام این قابلیت‌ها، در دست گرفتن دستگاهی با این شکل و شمایل چه حسی می‌تواند داشته باشد؟ لمس شیشه خمیده و کار کردن با آن به شدت لذت بخش است، اما به نظر می‌رسد ارگونومی دستگاه در حالت ایدئالی قرار ندارد. لبه سمت راستی اندکی تیز است و تا حدودی دست را اذیت می‌کند. برخلاف نوت 4، دکمه پاور از سمت راست دستگاه اکنون به قسمت بالای آن منتقل شده است. با توجه به ابعاد بزرگ نوت اج، دسترسی به این دکمه در موقعیت کنونی بسیار دشوار است. هرچند شما همواره می‌توانید با استفاده از دکمه هوم دستگاه را از خواب بیدار کنید، اما برای قفل کردن آن چاره‌ای به جز فشردن دکمه پاور ندارید. خیلی سخت است اگر درباره خانواده این نوت سامسونگ صحبت کنیم و درباره قلم آنها سخنی به میان نیاوریم. نوت اج نیز همانند گلکسی نوت 4 از آخرین نسل اس پن بهره میبرد و دقتی مثال زدنی را برای یادداشت برداری در اختیار شما میگذارد. هنگام کار با اس پن در محیط اپلیکیشن اس نوت، گزینه‌های مربوط به قلم در لبه خمیده نمایشگر ظاهر میشوند و بدین ترتیب کاربر فضای بیشتری را برای یادداشت برداری در اختیار دارد. استفاده بهینه از فضا به کمک نمایشگر خمیده محدود به اس پن نمی شود و این ماجرا در اپلیکیشن دوربین هم رعایت شده. هنگامی که قصد داشته باشید با دوربین 16 مگاپیکسلی نوت اج عکس برداری کنید، مشاهده خواهید کرد که کلیه ابزارهای کنترلی بر روی لبه خمیده قرار داده شدند. گلکسی نوت اج به صورت پیش‌فرض با اندروید کیتکت به بازار عرضه می شود و همچون همیشه به رابط کاربری تاچ‌ویز مجهز شده است. تاچ‌ویز قابلیت‌های زیادی را به اندروید اضافه می کند و یکی از عوامل متمایز کننده محصولات سامسونگ به شمار می رود. برای مثال در نوت اج شما می توانید با کشیدن گوشه تصویر اپلیکیشن ها را کوچک نموده و از قابلیت مولتی تاسکینگ دستگاه لذت ببرید. قدرت سخت افزاری نوت اج توسط پردازنده اسنپ دراگون 805 تامین می شود و یک رم 3 گیگابایتی نیز تضمینی است تا همه چیز به روانترین شکل ممکن اجرا شود. سنسور تشخیص اثر انگشت در زیر دکمه هوم قرار گرفته است و اکنون در مقایسه با گلکسی های قبلی عملکرد بسیار بهتری را از خود به نمایش می‌گذارد. سنسور تشخیص ضربان قلب نیز در پشت دستگاه به خوبی قادر است تا وضعیت بدنتان را ثبت نماید. باتری دستگاه قدرتی 3000 میلی آمپر در ساعتی دارد که شاید با توجه به ابعاد نمایشگر عدد چندان خیره کننده‌ای به نظر نیاید.
اما در نهایت به لطف مصرف بهینه پردازنده، نوت اج می تواند تا پایان یک روز به شدت پرفشار کاری همراه شما باقی بماند. گلکسی نوت اج آغازگر مسیری جدید در دنیای تلفن‌های هوشمند است، مسیری که آینده جذاب را به تصویر می‌کشد و خبر از تغییرات اساسی در ظاهر موبایل‌ها می‌دهد. نوت اج همچون گلکسی نوت 4 محصولی بی‌نقص است که البته قیمت بالایی هم دارد. این موبایل با قیمت 3,400,000 تومان اختلاف قیمتی 1,000,000 تومانی با گلکسی نوت 4 دارد. اما آیا لبه خمیده‌ای کنار دستگاه ارزش چنین هزینه‌ای را دارد؟ همونطور که در این ویدیو هم دیدید، سامسونگ قابلیت‌های متنوعی را برای نمایشگر نوت اج در نظر گرفته است، اما در واقع هیچ یک از آنها عملکرد خارق‌العاده‌ای را از خود نشان نمی‌دهند. اگر دوست دارید بیش از 3,000,000 تومان بابت این دستگاه پرداخت کنید، مطمئن باشید موبایلی را به دست خواهید آورد که ساختار عجیبش توجه همگان را به خود جلب می‌کند. موبایلی که شاید عملکردش به میزان پولی که برایش پرداخت می‌شود متفاوت نباشد.